هفته روان در مسکو در نتیجه فلاکت‌ها در جای کار دو مهاجر تاجیک جان باختند. یکی آنها همگی 20 سال و دومی 63 سال داشتند. مهاجر سالخورده تاجیک روز 2 سپتامبر به هلاکت رسیده است. دادستانی شهر مسکو در تلگرام کانالش خبر داد که در یک ساختمان در کوچه ریابینویا اکسواتر هنگام انجام کارهای ساختمانی با کفش خود یک کارگر را زیر کرده است. در نتیجه مرد 63 ساله در جای حادثه به هلاکت رسید. سنجش دادستانی ادامه دارد. معاون پروکراتور بین‌النویوی نیکولینا میخائیل گالکین به جای حادثه رفته است. قبلا خبر داده بودند که روز 31 آگوست یک جوان 20 ساله از تاجیکستان هنگام تازه کردن دیگ تصادفاً نفسگیر شده جان داده است. این حادثه در یک ساختمان در کوچه لیتنایا که جوان تاجیک آنجا کار میکرد روی داده است. بنا به خبرها جوان تاجیک برای تازه کردن دیگ از بلگارک استفاده برده هنگام کار به خاطر آنکه شراراهای بلگارک بر رویش نپرند روی گردنش را با یک رویمال پوشانیده است. ولی از قضا بلگارک ناگهان یک گوشه رویمال را میپیچاند و چنان تاب میدهد که رویمال گلوی جوان بیچاره را بوغی میکند. جوان در جای حادثه جان باخته است. هر سال در روسیه به علتهای گوناگون از جمله بر اثر فلاکت‌ها در جای کار بیش از 1000 مهاجر تاجیک به زندگی پدرود میگویند. مهاجرت کاری در روسیه یک منبع اساسی تأمین زندگی اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان باقی میماند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان برای تأمین روزگار خود به روسیه به مردکاری میروند. این تقریباً نصف تمام اهالی قابل کاری تاجیکستان میباشد.